دوستان سلام. یه خبر خیلی فوری همین الان همستر میزان توکن هایی که به افراد قرار تعلق بگیرن و لیست کرده و مشخص کرده. فکر کنم اولین ویدیویی باشه که دارم راجع به این قضیه صحبت میکنم. من یکی از اکانت هامو دارم براتون باز میکنم تا ببینید که چقدر بابت هر کدوم از این قسمت هایی که گذاشته بود بهتون توکن بهتون اختصاص داده. خب همستر باز میشه و ایردراپ. تو قسمت ایردراپ اینجا براتون نوشته 1901 توکن به من داده. بعد بابت اینکام 1639 تا. خب تقریبا میتونم بهتون بگم 4 میلیارد سکه گرفته بودم. مجموعی که تو این قسمت برام زده بود